معالجه کووید 19 با گیاهای شفابخش تم همینه اساسگذار صلح موقتی جمهوری تاجیکستان کشور ملت همه شرایط برای همه اصلاحات صلح خدمت میکنم زمان از فرصتی اطلاع استفاده برده و جوانان مردم برقرار رفاه و حاضر تفاوت و آنجا گپ کاری نمی‌کنند. آرگانیزمشون دیگری و یک برنامه‌ای و خیلی خوب رفته و اشتراک کنندگان و اتفاق خدمت کردگی مردانی سولی می‌کنند و جناب عالی هم بسیار می‌داری اهلی همین روزه جمع آمده می‌رسانندگی سربلند فیروز باشید در پناه خدا باشید معلومات بسیار اول خودتان رو معرفی کنید. من ملا ظهور طاهری رئیس اتفاق نویسنده‌های بین المللی و طبیبان و اینچنین رئیس اساسیاسیون طب خلق جمهوری تاجیکستان. تشکر زیاد و امروز میدانیم شما سالگرد نوروز شما رو تجلیل کردید نقشه‌های منوده شما. البته وقتی که شما اینجا نگاه میکنید من در طول 70 سال 50 کتاب نویساندم. اولین مرتبه در تاجیکستان مجله طبی شفا تأسیس دادم که 10 سال سرمحرر آن بودم. بعد روزنامه درد و درمان، ثانی روزنامه سالم دراز عمری و در روسیه مجله اویتسینا طب طبابت تأسیس دادم و همچنین نشریات طب تأسیس دادم که زیاده از 50 کتاب ما در این نشریات چاپ کردیم. آدمان از بیماری نه از نادانی میمورند. برای که آدمان دانا شوند باید کتاب خوانند، روزنامه خوانند و یک صفحه پر از شراره شوق بهتر از 200 کتاب بی‌ضبط. یک صفحه که برای مردم یک خبر میتید آنها خودشون حفظ کرده میتوانند، عمر دراز دیده میتوانند. مقصد اساسی من سالم بودن جمعیت و اون جمعیتی که ما تأسیس دادیم جمعیت فقط تاجیکستان ما در بر نمیگیریم، تمام دنیا این خانه همه ما شما هست چون که سیاره در گردش هست و سبب سالمی دراز عمری انسان پیش از همه در محیط زیست و زندگی، در معاشرت، در سوادناکی مردم هست و البته ما نقش‌های زیاد داریم که در آینده در دو سیستم ما ساختارها و تغییرات گذاریم، در ساختار تندرستی و ساختار معارف که به واسطه بچه‌ها از مکتب که شروع میکنن از بطن مادر حتی سر میشد بهترین چیزای یاد گیرن پیشگیری کرده توانن عمری دراز بینن. تشکر زیاد. در خاطر دارید از همین اولین لحظه هایی که مواد شما روی چاپ رو دید اون لحظه ها چقدر بود کدام مواد؟ البته اولین چیزای من در روزنامه طبیبی سویتی در اینستیتوت طبی سال 73 درد شده بود و آهسته آهسته در روزنامه‌های کمسمال تاجیکستان جمهوریت عموما قریب تمام ناحیه‌های جمهوری و بیرون از کشور مقاله‌های من چاپ کردگی هستند. حتی در روسیه قریب که تمام گازیت‌ها که ساحل تندرستی وابستگی هست ЗОЖ, предупреждение, бабушкинские рецепты, лечебные письмо همین با مقاله‌های من چاپ شدگی هست. برای همین در روسیه هم مردم من میکوبان میجویند و شفا میبرند با واسطه کتاب و مقاله های من. تشکر زیاد. سلامت باشید. کاردیمان کتابخانه ولایتی عمومی برنامه تاشقرجه رسیدی شرف بزرگ است که در ایام گلریز و گلریز طبیعت در بسیار موسمی زیبای سال که عادتاً بزرگان عروس سال میگویند
با خاطری گرامی داشتی علم، با خاطری ارج داشتن به معرفت، به دانش، به حکمت، به خاطری ارجگذاری به زحمت‌های یکی از خادمان برجسته علم معرفت، اون کسی که در برای تندرستی جامعه همه روزه تلاش می‌نماید، بهداشت جامعه برای تندرستی جامعه همه روزه تلاش می‌نمایند و علمی جهانی شهرت پیدا کردند و با این زحمت‌هایشان می‌خواهند ملت مکایی که شما را و کتابخانه خیر مقدم می‌گویند. شاهده نمودیم دریافتیم که مقصد استاد همیشه به مردم شادی آوردن و مردم خرسندی آوردن. بعضی عنصرهایی که در زندگی ما هست سبب روح افتادگی، سبب آزردگی یک جامعه از کل تا بزرگ و به اصطلاح تعدیل تاجیکانه از 7 تا 70 ساله را مهمانان بسیار دعوت شدند. من زمام سخن را از روی مصلحت استاد این عزیزانی که در محفل آمدن از اساتید ران، از کالجی دیگی به نام استاد ساخته شهر خوجند، از دیگر مؤسسه ها، از برای ما همیشه استاد گفتن که من خودم این چهارمینی رئیسی کنم، برندهی کنم، بزرگوار هستن استاد بعد خودشان صحبت میکنن و زمام سخن دوستان عزیز، همین مقصدی من همه شما همین که همه شما همینجا آمده که یک چیز گیرید عمر خودتان درست کنید. دراز عمری در دست هر یک انسان و در دست خدا، در دست طبیعت هست. من 50 سال سابقه کاری دارم، بسیار چیزها بیشترها رفتم آموختم. اگر کسی که میخواهد که تا 100 سال بیمار نشیند تا آخری صحبت شینه تا بسیار انجام نشد، چون که پول قطعی موشی قطعی دیگه شکلی سلامتی ناس کردن نمیشد. من مسئلت عادی میشم و عمری دراز میمونم. باش مثلا در اینجا استادی که من درس دادن کریم خجر معلم ما با درس دادی بودن میدوچی رشتن معلم 175 بوده اون دیگه. چون که مردم از معنی سری انسان وابستگی دارد. من اینجا دو تا همکرسوی ما از میدوچیلش دابره که میدوچیلش ما آمده تا آموزشگاه طبی شهر خوجند من خط کردگی میباشد. هر شما یک خیزه خودتون نشون که تو من یک تشو از سونچه گرد تشو نه اون طرف گردی و همکرسی دیوان سردکتوری قرارنی برندتر چیز بوریبوی دیگه آن بوریبوی آمده بستان ما با از اینجا سوی اون بودگی 450 نفر ما تموم کردیم. البته ما فکر کنید ما دکتر بودیم، دیپلم دکتری داریم اون که داریم. این ما از پی کتان شوید از دو کتان شوید مورتان داریم میشن. من اینجا نبضالله قبول بود با قریبی ما 75 سالگی این سر خرد کردیم. رئیس بخشی از کنسرت تیپ خلقی تاجیکستان در ولایت سوگوی کسام مازهشون نبود پیش من همچون بیمار مراجعت کردم. من گفتم وعده تید که اگر تا صدا نمیمورید من شما اساسیاسی را خبر کنم باید همکاری بکنیم سلامتی تا نظم میشن. حاضر من بودم جوان شده دیگه اصلا بدم. دیگران معرفی نمی کنم اینجا حاضر یک سخنان دولخان اگرامزاد باید احمدزاد و احمدزاد میمون اون که از رئیس شهر کتی کجا رفتگی. خب دولخان کتی ما از ساله که در دوشنبه بودن ما رفیق هستیم همکاری داریم و این کس دو مرتبه در آسایشگاه سرگی آمده استراحت کردن سلامتیشون رو برقرار کردن. سخن شما با کمپی بسیار گفتن در کمپی همه 2-3 دقیقه من تعریف کردن در کمپ نیمه شما یک ساعت فیلمای نشون میدم میبینید کسالای میموردگی چقدر سیاه شد یه دارو بیچیز یک بار دیگر السلام علیکم. یک بار دیگر من خود خانی خودم برای نیست که بیستادهیم نویسندگیم هم ایادم برامد
ژورنالیستیم یادم آمد که یک گزیت ما هست سلامت باشید همه سلامت باشید اینجا و همتون سلامت باشید حوالی ما سلامت باشید بعد ما درباره استاد حقیقتا 70 ساعت و 70 دقیقه تعریف کردن ممکن البته تعریف من کردن اکنون طاقت میکنید من با حجمگار مایم طاقت میکنید روشن تعریف نه من وقتی که اولی شناخته شدن و جوان بودیم و چه ها بودیم ژورنالیستی حیران شدم برای چی نام این آدم ملا ظهور طاهری فکر کردم کتابای ورق دادم فرهنگای کافتم فهمیدم که ملا این یک اولش ملا این شخصی باسواد این کلمه عربی مع الله نفری که با خدا است همان اختصاص شده ملا شدگی یعنی یک کسی نامشان ملا دویم نیستش ظهور گفتم ملا ظهور کردن این نمایان شدن پیدا شدن یعنی یک بچه که یک کودکی بسوادی خوش سوادی چقانی همه که ظهور کردن پیدا شد ملا ظهور و بعد طاهری هم کلمه عربی این طاهر خوب است عالی درجه یک بچه که خوبی عالی خدادار و خداترس و انا همیشه آدم ظهور کرد و ملا ظهور طاهری شدن بعدی که این نام و نسب و معنیش فهمیدم احترامم خیلی زیاد شد پیش یک دستانه یک کرده سلام میگفتم بعد دو دسته سلام میکردیم شدم گذشته کن سالها دوشنبه بودیم من خوجم بودیم چه بودیم روز به روز کم میشه ساعت به ساعت میریم من زیاد میشه حقیقتا این آدم طبیب هستن حقیقتا ایجادکار هستن ژورنالیست هستن عالم هستن همه هستن لیکن اکنون یک چیزی دیگر من گفتم درباره همین مهر محبت و بعضی چیزا اکنون کمتر تنقیل میشد ما یک گزیت داریم نیلوفر من یک پگاهی گرفته بیام گفتم و بینم بسیار 220 مکتوب آمده ما وقت مکتوب شکایتی از بالای طاهری من همونا همشون می‌نویسم من یک نمونهش میگم که همه شخیلم من همین ما نزدی دکتر طاهر رفتیم بسیار مدرک خوشرو خوش زبان خوش معامله گپای نرم میگن مهربانی کردن همه قدر شدم که من هم یک بخشیه من آب و ادا شدم من مهر بستم درست شدم نخ شدم لیکن یکان بار دیگه همین ملا ظهور طاهری من سراغ نکردن نگفتن که همه خوش رو بودی تو کنی انا همین خیلی 300 چند تا مکتوب آمده دیگه اون دکتر همونهایی که تبابت کردید و اینقدر سخنهای خوب گفتید با اهمیتی با یک تو چه خیلی گفته پردید التماس این کسی دکتر درباره نامشان گفتیم و اکنون 70 سال دکتر ملا ظهور 70 سال همین نام که دیگه گشتید امروز من دیگه پیشنهاد میکنم نامتان رو دیگه بکنید همه حرفا میستن حرفای جاشی ورد میکنید ملا ظهور یک آدمی خوشبختی 70 و دامرگی اینو همه همیشه شده دکتر چشم است همه خوجان سر کرده چندین خانه ها دارن دوشنبه دارن تاشکم دارن
مسکو دارم، امریکا دارم، انگلیس دارم، دوستای بسیار دارم. همه چیز خدا داده، خدا به شکر باید بودی داده بوده. انا اکنون حالی هم اینا من ملا ظهور گفته کشیدم بابا از امروز عبارت شما ملا حضور طاهری حضور کنید همین چیزی خدا داده اجازه کنید اون دانشی که خدا داده با مردم ببخشید. همین این شب تا برای هر دو ما یک شوخی کردیم. من 70 سالگی یک بار که تبریک گم مگر گفتن که خصیصی نکنی یکی دیگه نورمونی 700 شود من از خصیصی نمی کنم 700 با 300 دیگر میمونم 1000 بدرایید ملا حضور شوید آقا دوستان عزیز وقتی که این کس در آسایشگاه دم میگرفتن من هر روز کنم یه مراقبی مشق میکنم مشق‌های نفس، مشق حرکت، مشق صدا. این کس فکر کردن که من اکادمی ما آدمی وای کارگرای ما میکنم. دیدن که روز دویمه من گفتن که چشم خودم من برای خودم میکنم. من قدم خودم نشم، سلامتی خودم ساز نکنم کار پیش نمیره. ولی که هر یک کس خودش اجرا کردن نشد کار حاضر برای من معرفی کردن فیلم نمره یکش مولد کمتر زمان روشکتره که بلندتر کردم. بعد امروز تقریبا 45 دقیقه فیلم های کم کم میمونم میبینی تو که آدم ها خودش بیمارا شفای افتگی. Тахири, врач, ученый, который сегодня пользуется большим авторитетом в бывших республиках СНГ. Более 20 лет доктор Тахири работает на территории России и Таджикистана. Дважды его имя было занесено в Книгу рекордов Гиннесса. Ученый совмещает одновременно 15 должностей, среди которых врач-кардиолог, психотерапевт, мануалист, сексопатолог. Доктор Тахири – поэт и писатель. Доктор Тахири – главный редактор журнала «Авиценна». Автор более 100 научно-популярных статей. Член редакционного совета журналов «Практическая фитотерапия России» и «Традиционная народная медицина». Также доктор Тахири является академиком Академии проблем безопасности Российской Федерации, обороны и правопорядка и Международной академии гуманитарных и естественных наук. Не так давно ученый стал член-корреспондентом Академии технологических наук Российской Федерации. В России доктор Тахири издал 5 книг: «Мудрость любви», «Путеводитель народного целителя», сборник стихов «Бальзам души». В авторстве с академиком Корсуном книгу «Фирула лечит опухоли, омолаживает тело». Доктор Тахири уделяет много внимания научной работе. В настоящее время налаживает производство своей продукции в городе Щелково. С 2009 года в России зарегистрирована фирма под названием «Доктор Тахири». За время своей деятельности доктор подготовил 2000 учеников. Доктор Тахири – автор более 10 чаев, которые и лечебный туризм, сеансы мануальной терапии, психотерапии, водолечения доктор проводит на природе. В мире их не существует не только в Центральной Азии и России, но и в дальнем зарубежье. Значительно меньше известен он как талантливый самобытный поэт. На родном таджикском языке – фарси. Но русский читатель только теперь получает возможность познакомиться с его... От человека зависит возможность быть здоровым. У человека есть ресурсы, возможности полюбить свое тело. И если он рассчитывает только на врача, не задумываясь, начинает болеть только от своих мыслей. Если он говорит, не хочу видеть, что у нас еще раз наши, потому что мы сильный, трудолюбивый народ. Поэтому для меня, как психолога, важно подсказать человеку, как изменить свою жизнь. Что сделала в Душанбе. Потому что вот на примере человека красуется меня, я красуюсь на районе. И вот я хочу записаться на эту красивую картину, дарить доктор Тахири. Меня зовут Галина Викторовна Молодухина. У нас была конференция, культурный журналист для работы. Я говорю, в рамках этой беспокойные были нынешние части, какой-то крестовый позвоночника и храмовых даже иногда. Я знала, что это остеохондроз, я ходила лечиться. И вы знаете, очень долго у меня исследовали, дали мне много таблеток, но помочь не начинал. И вот когда я вышла на сцену, я провел со мной там очень короткий сеанс, через 15 минут я почувствовала
Вот сказать, что всегда это не произойдет. Надо заботиться о здоровье, надо следить за состоянием позвоночника. И хотя бы раз в год, или там лучше раз в полгода, проводить вот эти вот сеансы. زنکی که از دیدید این مدیر قبل ژورنالیستی MGO اگر همین حرفایی نبود یه آدم باور نمیکرد که ما MGO مسکربه لیکسیم در همین طول قریب 400 نفر بودن همین زنک ما مراد پاچکان سنوریش مونده سنوریش جابجا کردم حاضر من تمام حال ناف گمزاد اینجا گفتم که اما رفیق وقتی میزنید از این زنک بلش با استیمولاتور موندگی 85 با زندگانی خسته است در روز عمری در دست آدم ها رو افتاده شدن در کل حال ما بعضی چیزای دیگه نشون میدم اینجا میبینید باش فکرم گپا کم میزنیم موضوع همین نبض قابل همه یکونی منوت وقت ما مورد در کابینت هم نوشته که گواری چوت که یاسنا و خدی دستیدانی برای تز آوردن السلام علیکم مهمانان عزیز دوستان دانشجویان پیوندان رفیقان و بانوهای محترم در اینجا بسیار آدمای چهرهاشون بسیار شناس آدمای هم نویسنده هم شاعر هم طبیب حضور دارند همه آنها برای این اینجا آمدن که از محصول از فعالیت از کاری دکتر ملازوی تاریخ باز زیادتر بهره‌ور شوند اینچنین به همین روزی شریف روزی نیک روزی که من روز زادروزشون را تبریک کنیم گفته آمدن ما هم همراه شما من به همین آمدیم زادروزی این کس در اینجا یک پریزنتاسی تیار کرده هم پریزنتاسی به هم شکلوفه بسیار چیزها نوشته شده چون که همیشه به فکر من گفتنم امکانات می شده با البته دوام دارد این سال 2022 تا آخر سال زادروزی استاد دوام میکند ما البته باز سخن میگوییم با فعالیت میبریم خیلی که در اینجا گفتن من معاون اینها در شعبه بخشی همین خوجندی اسوسیاسیون راهبری میکنیم وقتی که ما در پنجشنبه میشویم تمام فروشنده میگوید که ملازم تاری الان دکتر تاری اومدن مرحمت سیب بهترینی من گرفت دیگرش میگوید مرحمت یعنی همه یک احترام یک چی خصوصیتی مخصوص دارد این همش همتون نشده است استاد زیاده از 55 سال مهنت کردن فعالیت کردن این کتاب هایی که سال گردونتونه مثلا که کتاب هایی که نویستن در اینجا از شما دیدید هم نمایش به هست هم دوی منه به واسطه تلویزیون نشون میدن کتاب های خیلی بسیار فقط درباره سلامتی نه درباره من آب هم نوشته این کس خودشون قریب اونیورسال نه هم ترکیب خیمیوی آب پایده آب میگن که آب کتی همین تبابت کردم که در همین کتابشون خیلی زیاد نوشته کرد خیلی که در اینجا گفته سادیم فعالیت اسوسیاسیون خوجندی ما چندین سال باز فعالیت میبرد اعضایان خیلی همینجا فعال هستند من دکتر علم‌های تیپ قادری در اینجا حضور دارند تیمور ملیک رستمزاد حضور دارند و دیگر اعضایان در اینجا حضور دارند که همراه ما کار میکنیم برای همه ما وقت مییابند هر ماه آمده در همینجا میآموزانند راه نشون میدن من خیلی که دیده سوید ما هم قریب میگن که اول خودتون نمونه شوید اول خودتون سیاحت باشید بعد دیگر رو به معلومات میتید دیگر رو اتعاب در اساس این پرینسیپ حرکت کرده شدن که اعضای اسوسیاسیون ما همشون باردن باشن سالم باشن و همراه اینا کار کنن دوام دیان فعالیتشون خیلی که الان گفته شدن
به نزدیکی جشن منم در اینستیتوت جامعه اختصاص سودا شد. ما از اینو سال که سالونتر 75 برفتیم اینو قریب از ما رفتی سودان از دوشنبه آمدن مخصوص اینه بینید که برای همین کارگر برای موبیل برای همکسب و همکار چی بودن مخصوص آمدن این آدم خیلی من این نداره بیان کرده امروز هم میگم یعنی غمخوار هستن مهربان هستن همیشه کابینتشون پر آدم بعضی وقت نوبت نمیشد میگن من دیگران هم قبول کنن حاضر در همون مرکزی مشورتی اینکس در پنجشنبه دیگر اعضایان اسوسیاسیون قبول میکنن باید گفتن لازم است که دو منوت با حکم طبیب هزار سالی سیم را سال شدند. سال 2003 عنوان اکادمی بین المللی علمهای گومانیتری و طبیعت شناسی را صاحب شدند و دیگر چقدر بسیار است در اینجا. آن کس بهترین طبیب جهان شناخته شدند. اینچنین آن کس علاقه مطبوعات فرهنگ جمهوری تاجیکستان می باشد. در اینجا من چیزی که گفته شده در پرزنتاسیون دیده سودتون فعالیت این کس هم در خوجند هم در دوشنبه هم در آسایشگاه پودخین نشون داده شده است همراه در اینجا سیمپوزیوم ها گذراندند بسیار میهمانان دائم میبیاند همراه من به نزدیکی در روسیه قریب 3 ماه بودم ما به این کس بسیار زیق شدیم بعضی بیمارا به جواب دادن نمیتونیم قوتمون نمیرسد میا که دانشمون نمیرسد به آموختن و مدکار به اینها نمیشد اومدن باز همه بیمارای قبول کرده شدن همه به شفا بخشیده شدن همه به مصلحت داده شدن از نام همه اسوسیاسی اگه خواستن که اسوسیاسی ما شما رو به همین جشنتون صمیمانه تبریک میکنیم اینجا یک مهرنامه از نام استادان و معلمان دانشگاه دولتی اقتصادی آورده شده است در اینجا همین سخنها از شعر من دیگرش هم است بلاش کنید تیمور ملک خیزی است تیمور ملک ما یک دوی همه تبریک از هر دو ماه تیمور ملک بیاده کن چونکه اسوسیاسی ما پایی که شاعرون همه میشناسد خوزی سخنی من دوام میتیم بعد توفای با بسپاره توفا بسیار من قبطم السلام علیکم حاضرین محترم من اینجا نشستگی ها اهل فیاضت که همه آشانتی نقشناس هستم استاد مولا ظهور طاهری قسمتی ما کرد یخیم فقط یک گپ بسیار نکن گفتن تعریف نکن گفتن بعضی همون قسمت های عجایبش شما به نکن کنم همراه ناوی اشبر زادگاهی استاد بود همینجا همین خیلی بیمارا که صحبت داشتیم که یک باره یک شخصی نظامی پشت درانده ما یک دوغ پوکسه کرد خبدم و گویا الان کابینت به جورتان افته گرفته رفتن بعد معلوم شد که گویا ما همه خیلی باید داریم و اینجا چیکار کرده ایستادتون آخه ما یکان کار نکرده ایستادیم ما مردم نه همین در داشتم بعد داروی درمان تعیین کرده ایستادیم یا اینکه صحبت کرده ایستادیم بعد آخر کار همین شد که آدم حضور پرسید یعنی نماینده همون کارهای داخلی دیگر باز دیگرش همین که ما خیلی ناچنون وقت شما یک دقیقه درست نکنم اما ایراشن باشه برای که آدم ها یک چیزای بینان همینش کفایه که از ملت تاجی
کتاب دینیسی جهان به این آدم داخل شد. یک بار فکر کردم چگونه آدم کتاب دینیسی رو داخل نشد. بعضا آدم شوخی هم میکنیم که همون هنرهایی که شما دارید مننده هم هارم. استاد عزیز من برایتون شعر یکی آهنگش هم میخوام و ملا ظهور طاهری بگشته پیروی سینای واضح گرفتی تو رمق از ریشه خود زی جمله کسب‌های روی عالم نمودی تو طبیبی پیشه خود با آن نیت که باشی یک شفاکار به درد جسم و جان